شریعت هیچگاه برادران عزیز به علم دنیوی دشمنی ندارد، بلکه علم دنیوی جزئی علم دینی هست. خیلی که فیلسوف لاحور رحمت الله علیه میگوید حکمتی اشیا اگر دانی یقین، نیست هرگز زاده مغرب زمین. علم دنیا این مال اروپایی ها نیست، بلکه آن علم سماوی بوده است، هم به شرق و غرب مساوی بوده است. علم دنیا این علم از آن اروپایی ها نیست. ببینید شاید 100 سال پیشتر این سخن گفتم. حکمتی اشیا اگر دانی یقین، نیست هرگز زاده مغرب زمین. این علم اونها نیست، بلکه آن علم سماوی بوده است. علم دنیا هم علم آسمانی است، الله از آسمان نازل کرد. دلخواه مخلوق بیارید، دلخواه علم بیارید. ولی در ابتدا درباره علم زبانشناسی سخن کردیم. 7000 زبان است. علم زبان را کی تعلیم داد؟ الله به حضرت آدم علیه السلام تعلیم داد. 7000 زبان هست عین حال. چون که ببینید وقتی که حضرت خلاصه علم برادرای عزیز، خواه علم دینی هست خواه علم دنیوی هست، همه آن خوب است. در جای دیگر حضرت لاهوری گفتند که هر دو انعام الهی ذوالجلال، بندگان را این جلال است آن جمال. هر دو هم علم دینی هم علم دنیوی هم انعام الله است، داد الله تعالی هست. این علم مال یگان مردمی خاص نیست، بلکه اگر خیلی که در جای دیگر میگن ناز، لیک اگر نگاه کنی خوب، اگر اندیشه کنی و تحقیق کنی، علم دنیوی هم اصلا اساسگزارهاش مسلمان ها هست. بندگان را این جلال است آن جمال، یعنی علم دینی این جلالت است، عظمت و بزرگی است، و علم دنیوی این جمال و زیبایی است. بنابراین شریعت هیچگاه ضد علم های دنیوی نیست. بنابراین خوب است که فرزندانتان یعنی مکتب و مدرسه و دانشگاه ها را با بهای خوب خوانند، یعنی کوشش کنند معلومات بسیار گیرند، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به علم های دنیوی ترغیب کردند. مثلا بعضی صحابه ها را امر کردند که لغت یهود را آموزند، و در قرآن هم 770 آیت است آیت علم های دنیوی. و شاید اگر امروز که برای شما ملال شده باشد در دیگر صحبت بیان میکنیم. و هیچگاه علم دنیا ضد علم دین نیست، علم دین ضد علم دنیا نیست، هر دو یکدیگر را مکمل میکند. علم دنیا خدمتگار قرآن است، هر یک علم زیر یک آیت قرآن می‌دراید. ما میتونیم چندین مثال ها ذکر کنیم. خود این نام سوره ها را یا مراتب نگاه کنید. سوره حدید، سوره آهن. آهن، دانستن آهن، کیفیتش، اصل خلقت و آفریده شدنش، چی وظیفه ها را اجرا میکند، در چند گرادوس آب میشود مثلا، اینا علم دنیا هست. الله تعالی نام یک سوره حدید مانده است. یک سوره به نام شمس است، آفتاب. یک سوره به نام قمر است، ماهتاب. یک سوره به نام شب است، لیل. یک سوره به نام روز است، خلاصه به نام آفتاب است. یعنی اگر همین نام سوره ها را هم گیرید، شریعت جدا نکرده است. همش نام های دینی نیست، همه نام 114 سوره ها. مثلا بله سوره توبه، نام سوره توبه هست، این نام دینی هست، اصطلاح دینی. یا منافقون، سوره منافقون این اصطلاح دینی هست. یا سوره محمد صلی الله علیه و سلم به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. سوره ابراهیم به نام حضرت ابراهیم، اینا ولی آیه دینی هست. یا سوره انبیا، پیغمبرها. لیکن مثلا سوره نحل گیرید، زنبور عسل، دین است یا دنیا؟ دنیا هست. نمل، مرچه ها، 100% علمی دنیا هست. انعام
چارپاها